امروز میخوام بهتون شیرین عسل آموزش بدم. چه بهتر که خوراکیای بچه‌هامون رو خودمون درست کنیم. برای درست کردن مارشمالو ابتدا یک بسته ژله را به همراه آب جوش مخلوط و روی بخار کتری میذاریم تا تمام ذرات ژلاتین باز بشه و از روی حرارت برمیداریم و با دور تند همزن اینقدر میزنیم تا فرم بگیره. بیش از اندازه فرم ندیم که سفت میشه. و حالا مایع مارشمالو رو داخل قیف میریزیم و روی بیسکویت ها پایپ میکنیم به این شکل. و حالا به مدت 1 ساعت داخل یخچال میگذاریم تا کاملا خنک بشه و بعد شکلات رو به روش بنمالی ذوب میکنیم. برای روان‌تر شدنش بهش روغن مایع اضافه میکنیم. شیرین عسل ها رو داخل شکلات میریزیم و بعد روی کاغذ روغنی یا پلاستیک قرار میدیم و اجازه میدیم که شکلات خودش رو ببنده.